سلام دوستان، همون جوری که بهتون گفتم از داخل کمپ براتون یه ویدیو میگیرم و براتون این ویدیو رو میذارم. این یکی از کمپ های یونانه به اسم سیریس ختم میشه. ورودیش تا داخل اتاقا و غذایی که بهمون میدن و براتون ویدیو. بچه‌ها بعد از این که اومدین یه دونه از این کارتا بهتون میده. خب بچه‌ها اینجا ورودیشه، رفت و برگشت ما چک میشیم. خب دوستان، اینم که داریم میبینین کمپ ماست، اون بالاست که بهتون نشون دادم. اینم تا کمپ 1 و اینجا که میبینین یه سری از خب دوستان اینجا یه سری از هموطنامون وای میستن، مثل پلکی میمونه نمیدونم برای کار که روزا بیان بقیه ببرن سر کار. خیلی ها در مورد کار اینجا از من پرسیده بود. خب دوستان عزیز، همون جوری که داری میبینین این مسیر این کمپه که خواستم از اینجا براتون یه ویدیو بگیرم که الان دارم میرم سمت سوسکلاس این کمپ و اونجا رو هم بهتون نشون میدم. خب بچه ها همون جوری که میبینین میشه این سوسکلاس این کمپ. برای بچه ها جایی است که بازی کنه و برای خانوما خیاطی و کاشت ناخن و یه چیزی میبافن و نمیدونم از اینجور داستانا. برای سرگرمیشون این خیمه ها زده شده. آرایشگاه برای مردا. اینجا هم واسه مرداست که سرگرم بشن بیان توپ بازی کنن، والیبال و غیره. بچه‌ها اینجا جاییه که مردم برای تفریح میان و بچه‌ها اینجا برای بچهای کوچیک اینجا مهد کودک برای بچه‌ها می‌بینین کلاس انگلیسیه برای زبان آلمانی و انگلیسی. اینجا هم بعضی موقع آرایشگاه برای پسرا و برای خانم‌ها. دوستان دارم میرم سمت جای دیدنی که براتون از اونجا هم ویدیو بگیرم. دوستان میخواستم براتون یه از فروشگاهی که اینجا داره نزدیک این کمپ براتون ویدیو بگیرم، ولی متاسفانه امروز تعطیله و فکر نکنم بتونم تا اونجا برم. بچه‌ها تو این ویدیویی که من براتون دارم میگیرم جا نداریم، تایمش داره تموم میشه. پارت بعدی اتاقا رو بهتون نشون میدم، غذایی که به ما میدن رو نشون میدم و فروشگاهی که نزدیک این کمپ هست رو براتون نشون میدم و در مورد صحبت میکنم. بچه‌ها راجع به قبولی و چیزای دیگه میخواین از من سوال بپرسین میتونین برام کامنت بذارین زیر پستم. بچه‌ها این شهر نزدیک کمپ سرسه و یه کمی جلوتر یه دونه مغازه عرب هست. از اونجا میتونین یه سری چیزایی که لازمه رو خریداری کنین، مثل برنج هندی و چیزای دیگه.